سلام، من سعید هستم و این دومین قسمت معرفی کتاب ویدیویی پیج منه. این قسمت میخوایم کتاب قلب نارنجی فرشته نوشته مرتضی برزگر عزیز رو بررسی کنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ بررسی این کتاب جذاب. مثل من عاشق پایان‌های غافلگیر کننده هستید؟ داستان‌هایی رو دوست دارید که تا چند روز بعد خوندنشون هنوز دارید بهشون فکر میکنید و روتون اثر عمیقی گذاشته؟ قلب نارنجی فرشته قصه به قصه که جلو میره فضا عوض میکنه، قصه به قصه لحن عوض میکنه، قصه به قصه شخصیت ها عوض میشه و در کنار همه اینها به درونمون شلیک میکنه. قلب نارنجی فرشته از درون زندگی ما بیرون میاد، برای همینم باهاش حس همزاد پنداری بالایی داریم. مثلا تصور کنید از دست یه نفر خیلی عصبانید، توی ذهنتون چه بلاهایی که سرش نمیارید. چند تا نقشه میکشید و دوست دارید اونا رو سرش اجرا کنید. شاید هم یکی از این نقشه ها رو اجرا کرده باشید. بعضی وقتا هم حتی ممکنه قربانی اینجور نقشه ها باشیم. برای همینه که میگم حس همزاد پنداری با داستانهای قلب نارنجی فرشته خیلی بالاست. همشون یه چیزی داره که شما توی زندگیتون تصورش کردین یا باهاش همدردی کردین. قلب نارنجی فرشته از دل زندگی تک تک ماها نوشته شده، از دل افکار ما، پر از پایانهای غافلگیر کننده است، پر از خنده است، پر از رنجی که توی زندگی ما جریان داره. قلب نارنجی فرشته پر از زندگیه. کتاب محصول سال 96 و 120 صفحه است. بسته به سرعت خوندنتون بین 1 تا 3 روز زمان میبره. 10 تا داستان کوتاه مختلف با فضاهای مختلف و شخصیت‌های مختلف. بریم با هم سریع بررسیشون بکنیم. شماره 1. این یک داستان نیست. زن و شوهری که دارن با هم میرن شمال تا شاید خیانتی که توی زندگیشون اتفاق افتاده رو فراموش کنن. داستان با لحن مرموزانه‌ای شروع میشه و هر چی جلو میره اسرار برملا میشه. این داستان در واقع اعتراف نامه‌ایه که قرار غافلگیرتون کنه. کشو 27. داستان یه مرده است. مرده ای که چند هفته ایه توی یکی از کشوهای سردخونه گیر افتاده. کشوی شماره 27 و منتظر آشنایی، فامیلی یا شاید هم معشوقه ای که 17-18 سال پیش ولش کرد و از محلشون فرار کرد. بالاخره اون آشنا پیدا میشه و جنازه رو بر میگردونه به محله سابقش. اما اونجا شماره 3. 20 تومن آزادی. داستان پسر بچه‌ای که مامان پروانش از این دنیا پر کشید و باباش خیلی زود یه مامان جدید براش آورده. مامان جدیدشو دوست نداره و فرار میکنه از خونه به سمت آزادی، محله سابقش. روایت این داستان از دید پسر بچه بسیار بی‌نظیر و درجه 1 در اومد. شماره 4. آقای نویسنده عزیز. داستان نویسنده مشهوری که توی یکی از سفراش به بلاد غرب شیطنت کرده و الان اون شیطنت گریبانگیرش شده. فرم روایت این داستان خیلی جذابه و آخر داستان با یه پایان غافلگیر کننده عالی میشه. شماره 5. اشتباهی. داستان پسری که اشتباهی توی خانواده مذهبی به دنیا میاد و وقتی هم بزرگتر میشه اشتباهی عاشق میشه و بعد از اون توی مسیر عشقش اشتباهی به درد سر میافت. اون کلن توی این دنیا اشتباهیه. اشتباه. اون قرار بود بیرحمترینمون باشه،
خیلی خیلی بیرحم. اون قرار بود بیشرفترینمون بشه. شماره 6. این پای من نیست. راوی این داستان هم مرده است. روایتی پرقصه و تأمل برانگیز از پسری در زمره خوبان، همان کسانی که جانشان را فدای ایران کردند. تأکید میکنم فدای ایران. داستان بچه ماهی شجاع ایرانی که پس از سالها استخوناش به ایران برگشته، به آغوش مادرش دست و پا بسته. شماره 7. روایت نابهنگام مردی که مرده بود. دوست دارم راجع به این داستان یکم با هم حرف بزنیم. از این داستان برداشت‌های مختلفی میشه کرد. هر چی که در مورد این داستان به ذهنتون میرسه و هر برداشتی که دارید و توی کامنت به اشتراک بذارید. شماره 8. چراغی برای شاه. این داستان داره خیلی طنازانه به دوره‌ای از تاریخ ما برمیگرده، به زمانی که عقاید و فرهنگ ما توی فضایی بود که بیشتر مردم رو جو گرفته بود و داره بر حالتی که لبخند روی لبمون میاره به یادمون میاره که چی شد امروز ایران به اینجا رسید. شماره 9. اتوپسی. اتوپسی روایت خیانت هاست. روایت روابطی که به زور تحملشون میکنیم. روایت حرف نزدن ها و روایت سقوط از روح به تن، از عقلانیت به حماقت. اتوپسی رو دوست دارم چون هنرمندانه یک رمان عریض و طویل را به فرم یه داستان کوتاه روایت میکنه و تازه آخرش هم سورپرایزمون میکنه. و آخرین داستان شماره 10. رانده شده. داستان سورئال، روایت موجودی عجیب و غریب که تهران رو به هم میریزه و شما روایتش رو از زبون یه راننده تاکسی دارید میشنوید. مرتضی برزگر استاد پایان‌های غافلگیر کننده است. چه وقتی داستان می‌نویسه، چه وقتایی که داره توی این اینستاگرام کپشن می‌نویسه. اینقدر با ذره‌بین توی زندگی کند و کاف کرده که میدونه همه چیز به همه چیز ربط داره و از چند تا چیز غیر مرتبط به صورت ناباورانه‌ای داستان خلق میکنه یا حداقل اونا رو به یه نتیجه‌ای میرسونه. توی قلب نارنجی فرشته هم همه چیزی میبینی. ژانر این کتاب اجتماعی هست، سورئالم هست، هم مذهبی داره هم لادین داره، طنز داره، اشکم داره. همه میتونن حداقل با یکی از داستانهای این کتاب همزاد پنداری کنن. کتابایی که خارج از فرمای قشنگش، داستانهای جذابش، زبانهای گوناگونش، فضاهای عجیب و غریبش و پایانهای غافلگیر کنندش داره از دل جوامع انسانی داستان تعریف میکنه، از دل روابط عادی که یهو غیر عادی میشن، از دل مشکلاتی که هست. اما طبقه بندی های مختلف جامعه هر کدوم یه دسته ای از این مشکلات رو توی زندگیشون دارن و بهشون برمیخوره. قلب نارنجی فرشته کتابی از اعماق انسانه. قلب نارنجی فرشته اگه نگم بهترین، قطعاً یکی از بهترین مجموعه داستان کوتاه‌های تاریخ ادبیات ایرانه. پس بخونیدش، ازش لذت ببرید، باهاش بخندید، باهاش اشک بریزید، کلی سورپرایز بشید و کلی باهاش حال کنید. در سلول باز می شود ولی کسی نمی آید. فقط دستی دراز می شود. یکی کاسه غذا برایم آورده و لیوانی آب. دلم می خواهد جای آب دستهایش را بگیرم و جای غذا صدایش را بشنوم. تنهایی آدم را گرسنه آدمیزاد می کند. بی کسی از شکنجه هم بدتر است. زیر شکنجه خوب می دانی که یک نفر
لابد دارد تلاش می کند که تو حرف بزنی. برایش مهم است که توی دلت نگفته ای نماند. چیزی سر دلت سنگینی نکند. شنیدن رازهایت را دوست دارد. اما توی انفرادی فقط خودت هستی. تنها. میدانی که دیگر کسی نازت را نمی کشد. رفیقت نمی شود. حتی به خوابت نمی آید. کمی بعد میفهمی که بعضی وقتها یک نفر می آید و لحظه ای از سوراخ دایره‌ای شکل در نگاهت می کند. اما حرف نمی زند. نگاهش که می کنی می رود. انگار یکی هوایت را دارد. منتظر چشم به همان سوراخ می دوزی تا دوباره او را ببینی. آرام آرام عادت می کنی. دوچار می شوی. دوچار این که کسی بیاید و نگاهت کند.